فریدون جونم. میگم قضیه اون 5 تا باجناق اصفهانی که رفتن خونه باجناقشونو شنیده؟ نه چیه؟ 5 تا باجناق اصفهانی میرن خونه باجناقشون. خب زنه به شوهرش میگه که حاجی شکر نداریم، چایه با چی شیرین کنه؟ مرد اصفهانی میگه که تو بیریس چای بیار، من خودم بلدم چجوری شیرینش کنم. زنه 6 تا چای میریزه میاره با باجناق شیشمیه میگه که آقایون یکی از این چای‌ها شیرین نیست، به هر کی افتاد هفته دیگه همه مهمونی خونشون. آقا همه خوردن و گفتن به به. یکیشون چی گفت چی؟ تو حاجی انقدر شیرینش کرده یکم چای میریز تو خیلی شیرینه.